در مورد اعدام تتلو، من هیچ وقت طرفدار تتلو نبودم، هیچ وقت هم هیترش نبودم. کلا آدمیم که میگم اگه کسی هیچ آسیبی به من نمیرسونه چرا مثلا باید وقت خودم بگیرم یا حالا مثلا بخوام حال بد به اون طرف بدم. هر کسی یه زندگی و سبک شخصی خودشو داره. اما به نظرم ائمه اطهار اگر خودشون بودن هم میبخشیدن. یعنی خب حالا اومده توبه کرده دیگه، گفته آقا من اشتباه کردم. اما حالا تو اون جایگاه نیستیم، ولی میتونیم خواهش کنیم که آقا اگر راهی داره، اگر مقدوره، جونش رو به عنوان یه جوون به خانوادهش، به طرفداراش، به خودش ببخشید. قطعا میتونه خبر خیلی خوشحال کننده واسه طرفداراش باشه. من این پستم گفتم بذارم، اگر میشه به عنوان کوچولو، به عنوان یک عضو کوچیک جامعه ازتون خواهش میکنم که ببخشیدش.